میخواهم چند جمله ضروری را برای تازه کردن فکرهای زیادتی از اندیشه و زندگیت بیان کنم. آماده ای؟ پس با ما باش و این جمله ها را تکرار کن. نخست من به پیشرفتم افتخار میکنم حتی اگر خرد هم باشد. هر حرکت به سوی پیش ارزش دارد حتی اگر خیلی ناچیز باشد. دوم، به چیزهای توجه میکنم که حالا زیر نظارت منند. به چیزهای دقت ده که واقعا میتوانی تغییر دهی. سوم، من از شبهه ها و ناامنی هایم قوی تر هستم. به خودباوری اهمیت ده. درونی تو از آن چی فکر میکنی قوی تر است. چهارم، من مقابلیت یافتن آرامی را در درونم دارم. آرامی چیزی نیست که از بیرون بیاید، آن را در خودت بجو. پنجم، به خود اجازت میدهم که از فکر و خیالهای زیاد فاصله گیرم. همه چیز را لازم نیست تحلیل کنی. به ذهنت فرصت ده که آرام بگیرد. ششم، به خود باور دارم که با هر چیزی که روی دهد توانم آن را پسی سر کنم. تو قابلیت روبرو شدن با دشواری ها را داری. هفتم، به خود اجازت میدهم که کامل نباشم و این تماما طبیعی است. همه چیز لازم نیست به عیب باشد. تو نیز یک انسان هستی. هشتم، مهم نیست که جوابی همه چیز را همین حالا ندانم. بعضی چیزها وقت میخواهند تا روشن شوند. نهم، بر روند و جریان باز شدن راه زندگی باور دارم. یعنی همه چیز در وقتش پدیدار می شود. دهم، من ذهنی آرام و روشن را پرورش می دهم. آرامی ذهن مشق می خواهد. باید برای آن وقت جدا کرد. یازدهم، قرار می کنم که به احتمال های مثبت دقت دهم. به جای فکر کردن بدترین حالت به خوبی ها هم فکر کن. دوازدهم، به قابلیت خود برای رشد و مطابق شوی باور دارم. تو قابلی که در هر وضع رشد کنی. سیزدهم، برای درس هایی که از شرایط دشوار میگیرم سپاسگزارم. دشواری ها آموزگارانند نه دشمن. چهاردهم، من شایسته آن هستم که از همین لحظه به تحلیل زیادتی لذت ببرم. بعضا باید تنها زندگی کنی نه تحلیلش. پانزدهم، من می آموزم که با ناشناسا با آرامی برخورد کنم. نامعلوم بودن همیشه بد نیست، می تواند امکانیت باشد. و شانزدهم، قرار می دهم که فکرهایی که به من فایده ندارند را رها کنم. هر فکر ارزش نگه داشتن ندارد. بعضی ها باید روند. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.